سلام، صبح و ظهر و عصر و شبتون بخیر. من دنیلم. سلام. منم هیوام. ما تصمیم گرفتیم که از سفرهایی که میریم ویدیو تهیه کنیم و تو یوتیوب بارگذاری کنیم تا شما رو در جریان اسفار این جمع سفرها در جریان اسفارمون قرار بدیم. اگه با ما همراه باشید مطمئنم که اتفاقای خوبی واسهتون رقم میخوره. مثلا لاتاری برنده میشید. سفرمون رو بتونیم با هم دیگه سفر رو وقتی اشتراک بذاریم، شاید خیلی از شما قصد سفر داشته باشین به کشور یا جایی که ما رفته باشیم، خب خیلی کمک میکنه. اولین ویدیویی که میخوایم براتون بارگذاری کنیم یکی از جذابترین و خاطر انگیزترین سفرهایی که توی عمرمون داشتیم. سفری که برای دیدنش 2 تا چشم کم بود و به نظر من باید چشم قرض میگرفتیم و اونجا رو با دقت بیشتری نگاه میکردیم. 4 تا چشم، یکاش 2 تا چشم دیگه بیشتر داشتیم، میتونستیم بیشتر اونجا رو ببینیم. حالا میخوایم اون سینماییش کنیم، جذابش کنیم. کشور 72 ملت. کشوری که بیشتر سفری که انقدر قشنگ بود، زیبایی های طبیعیش، زیبایی های تاریخیش و همچنین علاوه بر این که بیشترین جمعیت رو داره، بیشترین ادیان رو هم اونجا داره. 72 تا ملتن، بیش از 1000 تا خدا وجود داره تو این کشور. فکر کنم دیگه تا الان فهمیدین که اون کشوری که میخوایم بگیم چیه. نگو کشوری که قشنگترین فیلم ها و خاطر انگیزترین فیلم ها رو ما دیدیم، فیلماشو دیدیم. همچنین به خاطر رقصا و فیلمای قشنگش خیلی معروفه. اگرم که رقصا رو حذف کنیم فکر کنم فیلماش نیم ساعت هم بیشتر نمونه. آره منم موافقم. هندوستان چه سریع گفتم. آره هندوستان. آره کشور رنگ ها، کشور مزه ها، کشور ادویه، کشور صدا، کشور جمعیت. آره اصلا ببین همه جای هند اینجوریه که انگار همیشه یک در استادیوم باز شده، جمعیت ریختن بیرون، پر از آدم همه جا. همیشه انگار یه اتفاق عجیبی افتاده، مردم تو خیابون. حالا شاید واسه خیلیاتون سوال باشه پیش بیاد که چرا ما خواستیم هند بریم. یه روز پاییزی بود، ما تو خونه نشسته بودیم، داشت شبکه 3 شاید هم افق بود، داشت یه برنامه‌ای رو پخش می‌کرد به اسم هند از بالا داشت پخش می‌کرد و خیلی یهویی ما تصمیم گرفتیم با این که شاید بودجه یک سفر قشمم نداشتیم بریم، گفتیم که نه حالا بیاییم ما می‌خوایم بریم هند. اصلا هیچ اطلاعاتی هم نداشتیم در مورد سفر، اینکه چی می‌خواد بشه، از کجا باید بیاییم، به کجا باید بریم، هیچی نشه، فقط فهمیدیم که می‌خوایم بریم هند. بعد برای اینکه اطلاعاتمون زیاد بشه سفرنامه خونی کردیم. یکی از بهترین کارا خوندن سفرنامه است. سفرنامه‌های افراد مختلف رو سرچ کردیم در مورد هند، اطلاعات به دست آوردیم، فهمیدیم که هند چه چیزهایی داره، جاهای دیدنیش کجاست، بعد چجوری میشه بهش سفر کرد. اومدیم نقشه رو باز کردیم که ببینیم چجوری بخوایم سفر کنیم از کشور خودمون تا اونجا، از چه مسیرهایی امکانش هست که به اونجا برسیم. اولش گفتیم با ماشین بریم، یادت میاد؟ اولش گفتیم با ماشین بریم. آره همونطوری که گفت اولش گفت خب با ماشین بریم. خیلی دوست داشتیم که ادونچری باشه واسمون و یه تجربه جدید داشته باشیم. گفتیم خب با ماشین بریم. گفتیم میریم پاکستان، میریم افغانستان و پاکستان. از اون مسیر خوب دیدیم افغانستان جنگ خیلی سخته، به این راحتی‌ها نمیشه و خطرناکه. جدا از همون که جنگ بود، ویزای افغانستان فقط برای گذر کردن ازش نصف ویزای هند بود. یعنی ما فقط باید پول نصف ویزای هند رو میدادیم برای یه روز از افغانستان با اون همه خطرش گذر کنیم. و همون کلا دیگه دور افغانستان خط کشیدیم. این که خب بین پاکستان و هند سالیان ساله که مشکل وجود داره و مرزش اصلا بسته. آره پاکستان واسه همین رد شد. یادت میاد فکر دیگه هم که بعد گفتیم که چیکار کنیم، گفتیم خب بیا با سفر دریایی داشته باشیم مثل سنباد. یک مسیر دیگه هم گفتیم که بریم از ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان از شمال هند وارد شیم. ولی بعد دیدیم نه اصلا اینم امکان پذیر نیست، چون خیلی مسیر طولانی میشد، اصلا منطقی نبود. و اونم که بیخیالش شدیم، گفتیم خب بیا کشتی بریم مثل سنباد بخوایم مثلا کشتی بخوایم بریم. بعد اومدیم گفتیم بریم بندر چابهار و از بندر چابهار بخوایم بریم. اومدیم دیدیم اصلا هیچ پروازی وجود نداره از اینکه ما بخوایم پرواز نه کشتی. هیچ کشتی وجود نداره که ما بخوایم از طریق اونجا بخوایم بریم و اونم کلا کنسل شد. کشتی‌های باری بودن اما کشتی‌های باری خب 2 هفته تو مسیر بودن، برای همون دیگه کلا ما زمانمون هم انقدر زیاد نبود. کلا دیگه سفر دریایی هم رد شد، رسیدیم به هواپیما. یکی از جذاب‌ترین و ترسناک‌ترین سفرهایی که میشد تجربه کنیم. من خیلی از هواپیما میترسیدم. بعد اومدیم سفرمون شد سفر هوایی.
بعد سفرنامه‌هایی که خونده بودیم فهمیدیم که هند خیلی واقعا شبه قاره هند که میگن واقعا برازندشه. یک قسمتی داره مثل مثلث طلایی هند، بعد یک قسمت داره شهر ادیان هند، بعد یکی دیگه همون قسمت سواحل تفریح و قول ریلکسیشنش هست که جنوبی هنده. بعد ما گفتیم کجا بریم، شمال بریم، جنوب بریم، شرق بریم، غرب بریم. تصمیم گرفتیم پکیجی همه رو با هم دیگه بریم که یه وقتی خدای نکره بی‌نصیب نمونیم یک شهر. البته خب وقتی که خواستین از طریق هواپیما بریم سایت‌های داخلی وجود داره که میتونین خرید بکنین، ولی خب ما این مسیر از طریق سایت‌های اسکای اسکنر بودش، چند تا سایت دیگه بودش که حالا اونا رو سرچ کردیم تونستیم یه پرواز پیدا کنیم. توی مسیری که داشتیم اسکای اسکنر میگشتیم یه دونه پرواز دیدیم خیلی قیمتش مناسبه، مثلا پروازهای دیگه حدودا شاید $400 اینا در میاد، 260 دلار. خب خیلی اوکی، همین 260 چرا اینجوری هستش؟ بعد میدیدیم پایین یه واژه استاپ اوور داره، هیچ آشنایی نداشتیم که استاپ اوور چیه، میدیدیم تایمش طولانی میشه ولی متوجه نشدیم. تا اینکه در مسیر متوجه شدیم که آره یه تایمی داره که بین پروازاست دیگه، یعنی میرفت ما از آستانه گرفتیم بره آستانه و از آستانه بره دهلی و استاپ اوورش 21 ساعت بود. حالا بعدا یعنی ما اون موقع نمیدونستیم که اصلا استاپ اوور خب باشه، مثلا میگفتیم بذار پروازمون ارزون‌تر در بیاد، هر جوری که هست مهم نیست، فقط مهم اینه که قیمتش برای ما خب اولویت ما قیمت بود دیگه. واسه همین طولانی ترین استاپ اوور اصلا بهش دقت نکردیم، ما فقط اون سورت بای رو که زدیم دقت کردیم نه دیگه. خب ما سورت بای زدیم کمترین قیمت رو رزرو کردیم، کمترین قیمتش بود و 21 ساعت رو از طریق پرواز رو گرفتیم. خب پرواز رو گرفتیم، بعد از اینکه پرواز گرفتیم شروع کردیم که بیایم حالا بگیم اوکی کدوم شهرها بخوایم بریم. تو که ایوا گفتش بعد از اینکه شهرها بود خب گفتیم مثلث طلایی، دیدیم نه شهر اضاف شد که حتما ادامه سفرنامه میگیم بهتون که چه اتفاقایی افتادش و تک تک 21 روزی که توی هند بودیم خاطره انگیز بود. پلنمون رو چیدیم و گفتیم خب پرواز رو داریم، حالا بیایم هر جا یه دونه هتل بگیریم. بعد هتلمون با توجه به مدیریت هزینه‌ای که داشتیم هتلمون خیلی گرون در میاد. بعد گفتیم چیکار کنیم؟ اینجا با واژه هاستل آشنا شدیم، توی طی سفرنامه خونیایی که داشتیم با هاستل آشنا شدیم. بعد گفتیم هاستل از کجا رزرو کنیم؟ از طریق سایت بوکینگ. بعد سایت بوکینگ رو باز کردیم، هاستل ها ریتینگ داشتن از 1 تا 10 بر اساس موقعیت و یادت میاد بر اساس موقعیت و بر اساس مثلا تمیزی هاستل و اینا همه چیز داشتن. ولی خب ما سعی کردیم بهترین هاستلا رو بگیریم به خاطر اینکه قرار بود شب اونجا استراحت کنیم، چون هند همینطوری که جمعیت زیادی داره شنیده بودیم که باید هاستل تر و تمیز بگیریم و هاستل هایی که امتیاز بالایی داره، چون شلوغ نمیتونید استراحت کنید. برای هاستل ها یه قیمت رو زیاد مد نظر قرار ندادیم، سعی کردیم که هاستل های امتیاز بالا رو بگیریم. بعدش یک سایت قشنگ دیگه هم باهاش آشنا شدیم به اسم سایت کوچ سرفینگ و ما کوچ سرفینگ که حالا دقیقاً تلفظش بین این دوتا متغیره. آره و این بعد از این هاستل گرفتیم گفتیم خب بعد متوجه شدیم که همونطور که هیوا گفت یه سایتی بود به اسم کوچ سرفینگ، از اون طریق میتونی یه سری میزبان پیدا بکنی. خب از شانس ما هند جزو جایی که خب خیلی اصلا خاصیت انسان‌های شرقی اینه که خیلی مهربونن، مهمون نوازن، مثل ما خود ایرانی‌ها هستن و به هر شهری که بر پلن داشتیم واسه رفتن درخواست میدادیم به میزبانا، اونا هم خیلی راحت پذیرش میکنن. یه سوالی که شاید واسه خیلی پیش بیاد چجوری اعتماد کردیم و تونستیم 2 نفری بریم خونه هندیا توی هر شهری. خب توی کوچ سرفینگ همونجوری که بوکینگ ریتینگ داره، میهمانا و میزبانایی که خونه همدیگه هم میرن و همدیگه امتیاز میدن، بعد ما اونجا از طریق همون کامنت ها میتونیم بهترین میزبان رو پیدا کنیم. برای همینم ما تونستیم توی هر شهری بهترین میزبان رو پیدا کنیم و بر اساس کامنت های مردم به اونا درخواست بدیم و واقعا هم حالا توی همه شهرها به راحتی تونستیم میزبان مناسب رو پیدا کنیم. خیلی بهش درخواست دادیم و پذیرش کردن. نه پذیرش کردن. حالا هواپیمامون رو داشتیم، هاستلمون هم داشتیم. حالا مهمترین قسمتش که البته برای ما ایرانی خب زیاد سخت نیست، چون ما ماشاءالله با پاسپورت قدرتمندی که داریم خیلی راحت هر جا پذیرش بدیم میشه. اومدیم گفتیم بریم تهران، دیدیم سخته، خوشبختانه دیدیم که آره چند تا جا هند کارگزاری داره. فقط 2 تاست دیگه. من چیزی که سرچ کردم رفتیم واسه کارگزاری اقدام کردیم و 2 هفته مدرک رو دادیم، 2 هفته ویزامون اومد. آره پاسپورت و عکس و اینا رو بردیم، همونجوری که دنی گفت 2 هفته بعدش هم ویزامون اومد و وای ما خیلی خوشحال شدیم، چون واقعا خیلی بهترین صحنه بود که الان خاطرم هست همون ویزای هندی بود که
بعد از 2 هفته خانم تماس گرفت و گفت بیاین ویزاتون اوکی شده. بعد ما سفرنامه زیاد خونده بودیم، توصیه اکید بهمون کرده بودن که کلاه آفتابی، عینک آفتابی و کرم ضد آفتاب بردارین، چون هند توی خط استواست، آفتاب خیلی مستقیم میتابه. برای همین حتما این آفتابی که ما تو ایران داریم اصلا با آفتابی که توی هند هست قابل مقایسه نیست. برای همین حتما این 3 مورد رو بردارید، وگرنه چشماتون و پوستتون خیلی اذیت میشه. ما هم دیگه خب چون انسان‌های خیلی حرف گوش کنی بودیم هیچ کدومشو بر نداشتیم، فقط کرم ضد آفتاب داشتیم. و 21 اسفند بود دیگه سوار شدیم و با ماشینمون گفتیم که خب بریم اصلا البته بلیطمون چون باز دوباره از تهران ارزان‌تر بود گفتیم بریم فرودگاه امام. رفتیم از راه افتادیم و به سمت رباط‌کری، ماشین رو رباط‌کری پارک کردیم. بعد از اینکه پارکینگ رباط‌کری ماشین رو پارک کردیم با غروب‌های زیبای رباط‌کری، دلتنگ رباط‌کری ما با خودمون هیچ چمدونی نبردیم. ما این سفرنامه‌ها و کوچ سرفینگ و اینایی که سفر بکپکریه که با یک کوله پشتی میرن، بعد ما هم هرچی که نیاز داشتیم توی کوله پشتیمون ریختیم و راه افتادیم. ماشینی که پارک کردیم تو پارکینگ رباط‌کری، کوله‌مون رو برداشتیم، اومدیم که سوار اسنپی چیزی باشیم بریم فرودگاه امام. از شانسمون اون بساطیه بود، اون پایین گذاشته بود، کلاه و عینک داشت. خوشبختانه اونجا کلاه و عینک هم خریدیم. اومدیم سوار ماشین شدیم، یعنی ماشین خودمون نه، ماشین مردم. سوار ماشین مردم شدیم، ما رو رسون تا فرودگاه. آره رسیدیم و تا فرودگاه و بعد توی فرودگاه خب 2 ساعت زودتر رسیدیم. تمام کوله‌هامون رو به صورت کامل سلفون پیشی کرده بودیم که شنیده بودیم که باید کامل سلفون پیشی بکنی، به خاطر اینکه قطعاً به خاطر تنابایی که از کوله‌ها آویزان هستش توی بار گیر میکنه و به خاطر اینکه ممکنه که اینا خب توی جابجایی‌ها این اتفاق میتونه بیفته. خب سلفون پیشی میکنی و این اتفاق چون هزینه‌هاتون هم قطعاً یه بابت سلفون پیشی میگیرن، ولی وقتی خودتون این کارو بکنید خب قطعاً خیلی واسهتون بهتر میشه این اتفاق. بعد اعلام کرد پرواز شماره فلان، گیت باز شد و ما رد شدیم و رفتیم سوار هواپیما شدیم. پروازمون هم پرید. من که اصلا نترسیده بودم، خیلی شجاع بودم و واقعا هم انرژی خیلی خوبی داشتم. سوار هواپیما شدیم. اولین تجربه پرواز 2 تاییمون بود، تا حالا سوار پرواز نشده بودیم. پرواز پرید و رفتیم آستانه قزاقستان. خود آستانه قزاقستان، خود فرودگاه آستانه، اصلا این فرودگاه خیلی کوچیکه، یعنی کل اون مجموعه نسبت به فرودگاه امام خیلی کوچیک‌تر بود. نسبت به امام خیلی کوچیک‌تر بود و اصلا کل شاید مثلا یه دونه ساختمون 3 طبقه بیشتر نبود، یه پاساژ مثلا نهایتش بودش و این از این بیشتر نبودش. داخل اونجا استراحت کردیم. بعد یک چیز این بود که ما با توجه به اینکه محدودیت بار داشتیم دیگه، اصلا اینم پیش بینی نکردیم که ما 21 ساعت داخل اونجا، خب هوا خیلی سرده، اون مدارش از ایران بالاتر بود و عید هم بود، ماه مارس واقعا سرد بود و ما هیچی نبرده بودیم، فقط یه دونه ملافه داشتیم و ما 21 ساعت باید با یه دونه ملافه توی خونه 2 طبقه باید سر میکردیم. خیلی شب سردی بود. یخت سردی. یا بخوابیم رفتیم هتل بگیریم، قیمت هتلش هم زیاد بود. کنم $200 بود شبی توی همون هواپیما، توی فرودگاه. فکر کنم ما $260 پول بلیط رفت و برگشت داده بودیم، بعد $200 هم دادیم، یک شب تو هتل میخوابیم. کلا دیگه بیخیال شدیم، قیدشو زدیم، تصمیم گرفتیم رو همون صندلی‌ها بخوابیم. بودن کسایی که رو صندلی‌ها خوابیده بودن دیگه، ما هم همونجا گرفتیم خوابیدیم. و هر سختی بود این 21 ساعت حتی جذاب‌ترین قسمت فرودگاه فرودگاه آستانه فری دیوتی بود. فری دیوتی که رفتیم اینقدر برامون جذاب بود، تا حالا ندیده بودیم فری دیوتی رو، اولین تجربه‌مون بود. عطر داشت، کرم داشت، خدای ما رو ببخش چقدر کرم و عطر زدیم. بعد یک طرف موی من یک بو میداد، یک طرفش بوی دیگه رو میداد. دیگه عطرهای مختلف زدیم، کلی هم کیف کردیم اونجا. البته بهتون بگم اگه واقعا یه پروازی می‌خوایم بگیرین که استوپاورش طولانی باشه، حتما به این قضیه دقت بکنید. خیلی سخته. ما 21 ساعت بودش و اینکه چجوری استراحت بکنیم، این مسیر چجوری بکنیم توی فرودگاه خیلی سخت بود. حالا روی صندلی بخواد باشه اینا یه خود سخت بود. ولی با هر اتفاقی بود دیگه 21 ساعت رو گذروندیم و پرواز شد به سمت دهلی. خیلی پرواز اوکی بودش. رسیدیم به فرودگاه
مهاتما گاندی، فرودگاه بزرگ و قشنگ و تمیز مهاتما گاندی و فرودگاهش خب اصلا قابل مقایسه با فرودگاه امام نیستش. خیلی فرودگاهش بزرگه، فقط فاصله جایی که پروازت میشینه تا جایی که بخوای وارد گیت بشی یه چیز شاید اگه بخوای پیاده بری شاید 20 دقیقه تا 25 دقیقه طول میکشه. یعنی باز فاصله که یعنی اتوبوس میارته تا ساختمان اداری از خود اداریش بخوای برسی اونجا 20-25 دقیقه راه. خیلی حتی وقتی بارتو تحویل میگیری میخوای از مثلا بری اون قسمتی که یک فرمایی رو باید پر کنی اینقدر مسیر طولانیه که از این فکر کنین حالا شاید جای دیگه باشه ما ندیده بودیم تا الان یه سری مثل پله برقی رو شما صاف در نظر بگیرین. بعد مردم برای اینکه مثلا اینقدر پیاده راه نرن روی زمین صاف اون ریلا رو گذاشتن، مثلا میشینی اونجا میری وای میسی که با اون حرکت میکنی میری جلو. ما اون اولین بار اونجا دیدیم، یعنی فکر کنم 10 دقیقه طول کشید که ما حتی با اون رسیدیم به اون قسمتی که باید فرم ورود رو پر کنیم. آره واقعا وقتی پشت گیت بودیم نمیدونم خیلی میترسیدم، همش فکر میکردم که واقعا ترس داشتم الان رد میکنن ویزامون ممکنه رد بکنن، یه اتفاقی افتاده. ولی خب خدا شکر اوکی بود، رد شدیم از گیت. خیلی فرودگاه تمیز بودش. اولین کاری که کردیم گفتیم خب حالا بیایم با اون میزبانایی که داشتیم مثلا رکورد سرفینگ با یکشون ارتباط بگیریم. آره اول میزبانمون هر چیش نتو شیر کردن واسمون و شروع کردیم زنگ زدن. هر چه زنگ زدیم جواب ندادن. یک بار زنگ زدیم جواب ندادن، 2 بار زنگ زدیم. گفتیم خب اوکی حالا یه چند روزه نشستیم اونجا یه 20 دقیقه باز تماس گرفتیم. یه دختری بودش حالا اسمشو نمیدونم آره که جواب نداد. آره 2-3 بار زنگ زدیم جواب نداد. گفتیم مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد. نو ریسپانس تو پیجینگ. دیگه نو ریسپانس تو پیجینگ. رفتیم اونجا بود غذا رو خوردیم اومدیم باز دوباره زنگ زدیم. البته بذار میگم تو KFC که ما رفتیم اولین مواجهه من با اکسنت هندی اونجا بود. Somebody gonna get a hurt real bad. گوش منم آشنایی داشت با این 2 تا لهجه. اصلا میگفتن هندی سخت شنیدنشون. گفتم نه دیگه اینقدرم سخت نیست که اصلا متوجه نشیم. من رفتم KFC سفارش دادم، دنی نشست رو صندلی و من رفتم جای اون همون آقایی که اونجا داشت سفارش میگرفت. سلام احوال پرسی و اینم صحبت کرد. خب سلام احوال فهمیدم، سلامشو فهمیدم یادم. بعد بهش گفتم اینو میخوام. بعد به من جواب داد من هیچی نفهمیدم. بعد دوباره گفتم که لطفا انگلیسی صحبت کنید. بعد باز نفهمیدم چی گفت. بعد دیگه زدیم زبان جبار باغچبان اینجوری با اشاره اینو انتخاب کردم که بازم اشتباه دادن. آره که بعد هرچی من انتخاب کردم خودم نجی دلش خواست به ما داد ما خوب. آره بازم اشتباه خوشمزه بود چون KFC بود خوشمزه بود. آره و دوباره اومدیم زنگ زدیم به هاستمون و بازم جواب نداد و دوباره خیلی من استرس گرفتم چون ما حساب کرده بودیم روی اینکه هر شهری بخوایم هاستل بریم و بخوایم هاست داشته باشیم مثلا کورسیفی، ولی گفتیم جواب نداد چون ما شنیده بودیم که هندی‌ها اکسپت میکنن ولی پذیرش نمیدن و این شروعش بود. گفتیم یعنی منظور روی فوران احساساتشون نگفتن انگار بلد نیستن. آره یعنی اوکی میدونم میگن مثلا اوکی شما بیاین ولی بعد دوباره اصلا ردت میکنن و گفتیم پس این کاملا درسته و دیگه از این قطعا باید هاستل بریم و تو هزینه‌هامون خب خیلی متفاوته. بعد ما بوکینگ رو باز کردیم و دیدیم که هاستل دوانی، فکر کنم اسمش دوانیه. آره. هاستل دوانی دیدیم رزرو کردیم، فاصله‌اش هم خب زیاد نبود. مپ رو باز کردیم و گفتیم خب حالا اول از همه باید از این فرودگاه که خارج از شهره بیایم بیرون و با مترو یا قطار شهری برسیم به دهلی. گفتیم خب حالا از کجا باید بریم؟ بعد رفتیم چرخیدیم از این سالن به اون سالن، از این سالن به اون سالن، همینجوری میچرخیدیم. ما نیم ساعت بلد نبودیم که از کجا باید از این فرودگاه بریم بیرون. آخرش دیگه دنبال یک آقای راه افتادیم رفتیم رسیدیم به قطار شهری. آره و شنیده بودیم که خب متروها و قطارهای سیستم حمل و نقل خیلی کثیفه تو هند ولی اصلا شلوغ هم هست. شلوغه ولی خب دیدیم که نه اصلا اینجوری نیستش، یعنی اینا همه مال متاسفانه تبلیغات اشتباهه و کاملا متروش مترو تمیزی بود. من با ما همراه باشید. من یادم نره سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارین واسمون تا واسه ما انگیزه بشه که قطعا بتونیم ویدیوهای بهتری براتون ضبط کنیم. تا اپیزود بعد فعلا خدا نگهدار.